سوره فتح آیه 16. هموطن گرامی، میریم به ترجمه فارسی رو. زیرش آمده این متن عربی رو میتونی ببینی، متن فارسی رو میتونی بخوانی. به متخلفان بادیه نشین بگو، به زودی به سوی گروه سرسخت و نیرومند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا آن که چی بیارن؟ اسلام آورند. پس اگر اطاعت کنید الله پاداش نیکی به شما خواهد داد، و اگر روی بگردانید یا برگردانید همان گونه که پیش از این روی گردانیدید شما را به عذاب دردناک عذاب خواهد کرد. بزودی گفتم ما روانتان میکنیم که با یک تعداد مردم بجنگین یا این که اسلام ما را قبول کنن. شما گفتین اسلام حمله نکرده. این آیت چی میگه عزیز من؟ این آیت را قبول ندارین؟ این آیت قرآن نیست؟